توی این هوا چی میچسبه؟ چند تا میزنی به زبونت، تقویم و ورق میزنی. 14 فوریه از لودینگ، روز دوست داشتن و دوست داشته شدن. پس دیگه داره شما با کی، در چه سطحی از رابطه و کجایی. اگه شما سینگلی که با خدا باشو پادشاهی کن، اصلا از تو رابطه دیگه در نمیاد. ببین الان بهمنه، یه ماه دیگه سال نو، بعدم میخوریم به تعطیلات عید. این عقاب تنها رو کمپلکس ببر سر سفره افسین. اگر سینگل نما هستی، یعنی یکی هست که تو میگی نیست، خب ضعف عضلات گردن داری چون نمیتونی اینو گردن بگیری. یعنی رستوران و استوری و کافه میبریش، شب به ما وایس میدی بیب این داستان داره، حالت چطوره؟ خصوصا حال ما به تو مربوط نیست. اگه لانگ دیستنسی که احسنت، تو اینجا اون اونجا، جیک جیک میکنی در حد 2 ایموجی قلب، یک منم دلم برات تنگ شده بیبی، اینو میفرستی. هزاران هزار تومن پول تو جیبت میمونه. اگه ایرانزده ساده و معمولی هستین، دوران دلو بده قلبه رو بگیره. شما انگار 2 پرنده این که بدون هم چوک 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 میمیرین. تازه پرنده هم وابستن، میدونی که پس چیزی هم بگیری تو گوگل میزنی دیجیکالا، وارد سایت میشی، برای هر دسته‌بندی و هر آدمی و هر مدل داستانی یه فکر کرده، تخفیف مخفیفم قائل شده. ازدواج کردی کار تموم شده، برای اونها هم فکرایی هست. خوراک دابسمش‌های عاشقانه است این موقعیت. کی منو میفهمه مثل تو خدا میره و میاد. تگش میکنه. ایرانی واقعا موجود عجیبیه. شما دقت کن کدوم مناسبت ایرانی بگه آقا من تو این دخالت نمیکنم دیگه، این مال من نیست. میگرده یک مناسبت پیدا کنه بهانه‌ای برای دوره هم بودن.